انفرادی و هر کار میخواد باهات بکنه. این وضعیت ماست. من به توصیه میکنم وقتی توی زندان و مشورت میکنم تو بند عمومی که اومده بودم میدیدم این بند خدا سیاسی نیست، گرفتاره. میگفتم مواظب باش خبرت پخش نشه، سیاسی نشه، چون تو این خبر تو که نمیتونه تأثیر زیادی بذاره. یه موقع یک فرد شناخته شده هستی و میتونی تأثیر بذاری. این آقایون پوستشون کلفته از این حرف هاست که به نسبت به تویی که اومدی اینجا تو آروم باش، بازجو هم اگر تهدیدت کرد آروم باش، صبر و متانت به خرج بده، تو اونجا بازجو تو تحریک نکن، چون قانون حاکم نیست اینجا. اگر این بازجو رو لج بیفته تا اعدام میتونه تو رو پیش ببره و تو آزاد بشی و بری بیرون فعالیت کنی بهتر است برای مردم. برای چه دایی داری خودت تا اونجا برسونی؟ واقعا اینطوری. متاسفانه میخوام بگم که این بازجو که تعیین کننده است و دستگاه قضایی ما تابع اینها، هر چی میخوان اونها امضا میکنن و این درد آقایون میخواد خوششون بیاد، میخوام بدشون بیاد. اینها رو با گوشای خودم شنیدم و دیدم با چشمان خودم و لمس کردم که قاضی بدون اجازه بازجو قرار صادر نمیکنه. ببینید آخرین باری که میخواستم یه بار قبل از این دستگیری، من پرونده‌ای بود، پرونده 8م تشکیل شده بود، قاضی بازپرس من احضار کرده بود. همون موقع بازجو زنگ زد که بیا وزارت، اونم احضار کرد. گفتم که خب من باید برم بازپرسی، اگر بازداشت نشدم چشم، بعدش میام وزارت. الان فعلا دارم میرم دادگاه. گفت نه بازداشت نمیشید، قرار تثبیت کرد ساعت فلان بیان. یعنی خیالش راحت بود بازداشت نمیشه. من وقتی رفتم بازپرسی میدونستم که دیگه بازجو تعیین کننده است، این قاضی هیچ کاره است. لذا به وکیل گفتم بگو هیچی نداریم، نه وثیقه داریم، نه کفیل داریم، نه هیچ، چون نمیتونه بازداشت کنه، بازجو باید بگه بازداشت کنه. قاضی گفت میخوام وثیقه، گفتم نداریم. گفت کفیل، گفتم ندارم. و همین صراحت قرار التزام صادر کرد، گفت برو. یعنی میدونستم وقتی بازجو میگه بازداشت نمیشی، قاضی هیچ کاری نمیتونه بکنه. قاضی کاری نیست، با اینکه آدم خوبی بود ولی ماشین امضاست. دقیقاً. آقای یه سوال خیلی کوتاه در حد یک جمله اگر به این پاسخ بدید. از توی انفرادی یک زندانی بیشترین چیزی که سراغش میاد فکر و خیال هست، دغدغه و نگرانی های برای خودش و بیرون از زندان، برای خانواده، دوستان یا موارد دیگه. اصلی ترین دغدغه شما در انفرادی چی بود؟ چیزی که شما خیلی بهش فکر میکردید و شاید از نظر روانی شما رو آزار میداد، ممکن دغدغه‌تون چی بود؟ فکرتون چی بود؟ واقعش من خودم اونقدر سرگرم با دعا و قرآن میکردم و نظرهایی که داشتم، از کاری که داشتم، خیلی از چیزا حل میشد. بله شاید به هر حال نگران خانواده آدم میشه که اونها شرایطشون چیه، اینها رو اذیت میکنن یا نمیکنن، اما واقعا آرامشی به آدم میداد که مثلا سخت‌ترین اتفاقی که خبرش تو زندان برای من اومد وقتی بود که همسرم و دخترم از ده منزل حرکت کردن، تو همون خیابونی که منزل ما هست 100 متر برتر، خب یه موتور رو سوار میپیچه جلوشون، بعد لباس شخصی ها میرسن و اینا رو بازداشت میکنن. من تعبیر کردم رو بودند و میبرن توی دفتر پیگیری وزارت و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 2 نصف شب با چشم‌بند و اینها بازجویی میشن. این خبر اتفاقا در زمانی بود که من تماس داشتم همون روز که فرزند من اعلام کرد که اصلا نمیدونیم کجا بردنشون، مادر و خواهر رو بردن، نمیدونیم کجا بردن. میتونست خب واقعا نگران کننده باشه، اما من یادمه که همونجا به فرزندم گفتم نگران نباش، اینها بزرگترین خطاشون رو کردن، نگران نباش. یعنی هیچ. بعدها به شوخی دخترم و مادرش میگفتن که خانومم که تو هیچ نگران نشدی اونجا، یعنی چطوری بود که نگران نشدی؟ ولی یه آرامش خیالی بود که فقط اونجا فکر کردم که اینها گور خودشون رو با این کار کردن و اشتباه بزرگشون رو مرتکب شدن. من میخوام بگم فقط خدا، ارتباط با خدا همه چی رو، همه جا خالی ها رو پر میکنه. خیالم راحت بود که هر اتفاقی میخواد بیفته من خودم برای همه اتفاقات آماده کرده بودم، دغدغه‌ای نداشتم جز این که تنظیم کنم مسائلم و
چالنجی که با اونها میخوام بکنم، برخوردی که میخوام با اونها بکنم و آماده باشم که بلوف هایی که دارم من تو حلقه های بلوف اونها و دام های اونها نیفتم و فکر میکنم خدا توفیق داد که این اتفاق نیفتاد. تقریبا در تمام بازجویی‌ها من فکر میکنم خوب بود. در واقع یه بار من داشتم خیلی تند صحبت میکردم، شاید نیمچه دادی بود، دادم میزدم، داشتم نطق میکردم. نگهبانی که بیرون بود دریچه رو باز کرد که ببینه چه خبره، دید نه من دارم داد میزنم و بازجو خیلی مؤدب نشسته. نه خوب بودش. قضایا فشارها قطعا بود، امکانات ما کمتر از بقیه بود. من مدتی اصلا روز و شب رو تشخیص نمیدادم. ارتباط ما کاملا قطع بود. از قلم میترسیدم، به ما قلم ندن، کاغذ ندن، اینا بود. محدودیت های من بیشتر از بقیه بود، اما خب شکنجه جسمی هم نداشتم، به جهت اینکه هم نگران این بودن که من هر چی بود می نوشتم. حالا یه قصه حالا بعداً چون طولانی میشه، قصه ای که بله گاهی میخواستم تحریک کنم که اونها ببرند بزنند و من تجربه کنم که بنویسم این دستبند قپونی رو بیاد بخورم توی اون فضای بیرون بمونم. ولی خب آقایونم میدونستم من میخوام چه کار کنم و تن به این کار نمیدادم، جمعش میکردم همیشه. خیلی ممنون آقای دکتر، متشکرم از لطف شما. موفق باشین.